زمانی که محبت الله مقدم بر تمامی محبت ها نشده در قلب ما، خبری از بهشت نیست، خبری از تأیید و نصرت الله نیست. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. کسی که به خاطر الله دوست می‌داره جمعی را، خواهر یا برادری را، و به خاطر الله بدش میاد و قطع رابطه میکنه، و به خاطر الله میده و به خاطر الله من میکنه نمیده، فقد استکمل الایمان. همش به خاطر الله. بریم صحبت خدا و رسول خدا بشنویم، مثلا محمد صالح خردی یا شیخ خادی یا که اصلا مطرح نباشه، بریم فلانجا دعوت خداییه، صحبت خدا و رسول خدا میشه، عظمت خدا یاد میشه، بزرگی خدا یاد میشه، فضل و کرم خدا یاد میشه، منت و نعمت خدا یاد میشه. بریم از اونجا کسب فیض بکنیم، شاید عوض میشیم.